من 9 سالم بود، اساس کشی داشتیم، منو جا گذاشتن. 6 ساعت بعد بابام آفتابه رو جا گذاشته بود، برای اون اومد، دید منم اونجا، منو زد، گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ ذلیل برده. منو گذاشت تو آفتابه برد. منو آفتابه یه قیمت. جوانای ما تو ایران به مرحله رسیدن که از آب و گل که در میان میرن تو مرداب تازه بعد، یعنی وضع بدتر و بدتر از این. من میگم ای کاش که ما رو به عنوان برده بفروشن. جدی میگم، هم ارز وارد میشه، هم ما خارج میشیم، هم جمعیت متعادل میشه، همه چی برای همه فراهم میشه. جواب استاندارد تهران اعلام کرده که بهشت زهرا تا 2 سال دیگه بیشتر جا نداره. دهه 60 یه فکری بکنید اگر میخواید بمیرید، برنامه‌تون رو تنظیم کنید، چون اگر نجنبید 2 سال دیگه قبل گیرتون نمیاد و بدنا رو زمین میمونه، میپوسه، نه دنیا داره نه آخرت.